بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. انا لله و انا الیه راجعون. اما در آخر یک نکته مهم را بخواهم خاطرشان کنم برادران خواهران اسلامی. قرآن عظیم شان همچنان که در آیه های قبل خبر داد از چنین حادثه ها که اینا همش طبق نوشته و قضا و اذن الهی است، باز می‌فرماید استعیذ بالله ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت به شما ای مردم میرسد در عوض گناه و معصیت و جرم و جنایت شماست. این آیه مبارکه خبر می‌دهد که این بلاها، این گرفتاری‌ها، این مصیبت‌ها، این وبای کرونا، این آفت‌های زمینی و آسمانی که گاها در روی زمین واقع می شود، اینها یک تنبیه، یک هشدار، یک عذاب از طرف خدا، از طرف آفریدگار زمین برای ساکنان زمین است، خصوصا برای گردنکشان، مستکبران، متجاوزان، ستمگاران، قلدران زمین. البته وقتی که عذاب آمد، عذاب خدا آمد، غضب خدا آمد، دیگر او عام می شود. خدا بنابراین در قرآن ما را هشدار می‌دهد که اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از غضب من بترسید، از عذاب و فتنه من بترسید که وقتی آمد و فقط خاص و بنده های گناهگار نمی بیاد. البلیة اذا حلت عمت، عرب ها میگن بلا وقتی که نازل شد خشکتر در او می سوزد. بنابر خاطر همین واقعا این بلای اخیره که امروز دامنگیر ساکنان کره زمین است که همه در برابر آن عاجز آمده است، یه مخلوق ضعیف با اسم یک ویروس که او رو در زیر میکروسکوپ فقط می شود دید، یه مخلوق نامرئی که البته از جمله مخلوقهای آفریده خداست و مأموران خداست. هرچی در این عالم است همه مخلوق و مأمور و در فرمان خداست. مولانا میگوید، البته مضمون آیه حدیث است، مضمون آیه کریمه است که خدا میگوید ولله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. جمله ذرات زمین و آسمان لشکری حقاً گاهی امتحان. خاک قارون را چه فرمان در رسید، بازر و گنجش به قعر خود کشید. اونچنانه که خاک قارون به قعر خود کشید، آب فرعون به کام خود کشید. همچنین خدا با این ویروس هم ببینید امروز چه قیامت در روی زمین برپا نموده است. این هم مأمور خداست. خداوند با این قدرت و توانایی و عجز و ناتوانایی بشر یک بار دیگر نشان داد که ای بشر اونقدر مغرور نشو، اونقدر از خود نرو، مانند فرعون دعوای انا ربکم الاعلی، من خالق زمین و من مالک زمینم نگو، زیرا این زمین مالکی دارد، آفریدگار دارد، خالق دارد که یک مخلوق ضعیف ببینید تو رو در این دنیا بیچارت میکند، عاجز و ناتوانت میکند. واقعا این بلای آخر زمان در عوض جرم و جنایت و ظلم و ستم بی حدی و شریعت علیه مظلومین شد. یک بار پیش نظر بیارم 10 سالهای اخیره ببینید، خصوصا نسبت مردم مظلوم مسلمان از جانب استکباران جهان، از جانب استعمارگران و متجاوزان، چقدر ظلم و تجاوز ها شد، چقدر خونریزی ها شد. میلیون ها میلیون مسلمانی بیچاره مظلوم و ناحق کشته شد. میلیون ها میلیون دیگر قریب 10 ساله ها هست در زیر خیمه ها در حالت فجیع و بد و وزن زندگی دارند و هزارها هزار در دریا غرق شدن. و حتی حجاب و نقاب که اون امر مهمه برای اونها، برای مستکبرها نبود، اما از روی تعصب ببینید که از صورت زن مسلمان با قرار پارلمان برداشتن در دولت‌های با مترقی، در دولت‌هایی که دم از حقوق بشر و آزادی و حقوق بشر میزنن. اما ببینید خدا چه انتقامی از اونها بگیرید.
علاوه بر این که این بیماری خسارتی چقدر مالی و جانی بر سر اونها آورد، همون نقابی که از صورت زنی مسلمان گرفتن امروز با قرار حکومت نه تنها بر زنها حتی بر مردهاشون هم اجباری شد. مرد و زن امروز نقاب دهان، نقاب و صورت دارد. الجزاء من جنس العمل. این جهان کو هست و فعلی ما ندا، باز آید سوی ما عکسی صدا. خلاصه کلام، امروز باید ما مسلمان ها، برادران خواهران دینی اسلامی، افتخار داشته باشیم از این که امروز دنیای مترقی، دنیای پیشرفته که حتی میگفتن ما نوشداری حیات پیدا کردیم، اکسیر جوانی را یافتیم، میتوانیم به حیات جاودانه بشریت بازگردانیم، دیگه مرگ از بین ببریم. اون معمایی که ابن سینا زیاده 1000 سال عجز و ناتوانیش بیان کرده بود، اینها تا جای بعضی ها مغرور شدن و دم زدن که ما بعد اون معما رو حل کردیم. امروز ببینید در برابر یک ویروس همه عاجز آمدن، علماهاشم، نابغه‌هاشم، اکادمیک‌هاشم، دکترهاشم، همه به زانو زدن و فقط یگانه وسیله که در برای مبارزه با کرونا، با ویروس کرونا از استفاده میبرن، دو اصلی از اصول اسلامی است، دو قاعده از قاعده های اسلامی است که برای ما مسلمان ها افتخار است. یکم قاعده کرانتین که 1400 سال پیغمبر خدا اینا مثلا در حدیث صحیح بیان کرده بودند، در صورتی که بیماری‌های سرایت کننده فراگیر و واگیر در کدام جامعه پیدا می شود باید رعایت کرانتین شود، خواه اون کرانتین خانگی است، خواه اون کرانتین شهری است، خواه اون کرانتین دولتی است. دوم اصلی که در مبارزه با کرونا از دنیا استفاده می برد رعایت نظافت و پاکیزگی و تازگی است که دین اسلام که هر دو از گنجینه شریعت اسلامی و خزینه طب اسلامی است. دین اسلام دین نظافت است، دین تازگی است. زیرا پیغمبر خدا می‌فرمایند ان الله نظیف یحب النظافه، او کما قال رسول الله. این خداوند پاکیزه و تازه است و پاکیزه و تازگی رو دوست می‌دارد. حتی فرمودن که فنظفوا افنیتکم، ای مسلمان ها، شما خانه هاتون دور و بر حوله هاتون همیشه تازه و پاکیزه نگاه دارید. ولا تشبهوا بالیهود، خدا را با یهودی ها مانند نسازید. و در روایت دیگر حضرت گفتن النظافة من الایمان، حتی نظافت یک جزئی از ایمان است. مؤمن باید نظیف باشد، مؤمن باید تازه و پاکیزه باشد. همین است که هر روز 5 مراتب بین مسلمان وضو دارد. در این وضو همون عضوهایی که امروز اینها میگویند باید، امروز پزشکا میگویند که باید انسان در برابر مبارزه با کرونا او رو نگاه تازه بدارد، شستن دست ها، شستن دهان، شستن بینی، شستن پاها. خلاصه هر روز ما 5 مراتب رعایت میکنیم. غسل جنابت داریم، غسل جمعه داریم، غسل عیدین داریم. ببینید چی سراسر اسلام انشاءالله این دین نور است. این برای ما افتخار است و باید ما از این استفاده بریم. اما یک نکته دیگه به همه برادران خواهران اسلامی در کل نقاط جهان میگویم، البته هر درد یک درمانی دارد. گفته حضرت حافظ هیچ درد نیست کورا نیست درمان، غم مخور. مضمون حدیث صحیح است که حضرت میفرمایند ان الله لم یضع داء الا وضع له دواء. خدا هر دردی که در روی زمین آفریده باشد برایش یک دوای مقرر کردگی است، دوای خلق کرده آفریدگی است. البته حال علم بشر و اون روز نرسیده است که این دوا، این دارو کشف شود. فقط برای کشف شدن او کی که اذن خدا و امر خدا و حکم خدا که رسد انشاءالله کشف می شود و بالاخره این دردم، این مثلا بیماری هم داروی خود درمان خود می آورد و بشریت از این و با خلاص می شود، خواه واکسین می شود خواه داروش انشاءالله. اما که فرا رسیدن این روز انشاءالله دعا میکنیم همیشه ما برای بنده های مومن که خدا این روز رسانه که این بیماری با علاج خود پیدا شود. در آخر یک بار دیگر برای برادران آفت زده قزاقستانی
مهاجرای هموطنان هجرتمان گفتنی هستم که شاید این بلایی که در سر شما در این روز و شب آمده است برای دفع بلای بزرگتری که بلای کرونا هست باشد. زیرا خداوند بعضی بلاها را، بعضی امتحانها را، مصیبتها را برای دفع بعضی بلاهای دیگر میفرستد. چنانکه که حضرت مولانا در مثنویش میگوید آن بلا دفع بلاهای بزرگ و این قضا دفع قضاهای سترگ. و با استفاده از این لحظه مناسب برای همه برادران و خواهران مهاجر در اقصا نقاط جهان، خصوصا برای برادران و مهاجر کاری که در کشور روسیه اغلب مردم ما هستند، توصیه کردنی هستم که در این ایام کربلا، در این ایامی که امروز مردم، پدران شما، خاندان شما نه فقط امید مال و ثروت شما رو دارن، بلکه از خدا همیشه دعای سلامت و عافیت جان شما رو دارن که شما با سلامت و عافیت به خانه بازگردید، به دیدار همدیاران و به دیدار اهل عیال و پدر و مادر برسید. گفتنی هستم که در این لحظه های حساس، در این ایام پربلا، شما طبق حدیث رسول اکرم که حضرت فرمودن علیکم بالشفاءین العسل و القرآن، هم از داروهای قرآنی و هم از داروهای پزشکی برای معالجه و درمان و پیشگیری از این بلای آخر زمان، از این وبای کرونا استفاده کنید. البته دعاهای پزشکی را که همه میدونید، ولی دعاهای قرآنی امروز در اینترنت ها زیاد هستند. از همه مهمش استغفار کنید، زیرا خداوند در قرآن عظیم الشان خبر داده است: استعیذ بالله و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بنده های خدا میگوید تا وقتی که اهل استغفار باشن، از معصیت و گناه و مخالفت و نافرمانی خدا دست بردارن و توبه بکنن و بازگشت صادقانه به سوی خدا بکنن، خدا آنها را عذاب نمی کند، عذاب از آنها می بردارد. اما توبه صادقانه گفتیم، نه توبه نوکی زبانی. گفتیم اون شاعر که توبه بر لب صبح بر دست، در دلت ذوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اون توبه هایی که فقط لقلقه زبان است، فقط در نوک زبان است و اما در دلت ذوق گناه هست و قصد و عزم و معصیت گناه هست، این توبه ها کارساز نیست، این توبه ها فایده نمی بخشد. از این خاطر براتون، برای همه برادران مهاجر و مسافری دور از وطن، از خداوند اولا امنیت و حفاظت از این بیماری آخر زمان مسئلت دارم. کدامش که بیمار است و مبتلا هست، از خداوند شفای کامل مسئلت دارم. پروردگار شما رو با صحت و سلامت چنانه که رفتید با سلامت و عافیت به خاندانتون، به نزد همدیاران و پدر و مادر اهل خاندانتون بازگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.